خب بعد از انجام این آموزش اول میریم سراغ آموزش دوم که آونگ ساده هست. منظورم از ساده اینه که خود این بیس شرکت خاصی نداره. تو آموزش بعدی اینو حرکت میدم و آونگ هم همراهش حرکت بکنه. خب شروع میکنیم. این آبجکت رو میذارم کنار، یه دونه گریس پنسل دیگه باز میکنم و توی قسمت دیتا یه دونه لایه میذارم، اینم تو قسمت درا. خب اگر این بیس کارمون باشه که به سقف مثلا چسبیده، اسمش هم میذارم بیس، قفلش میکنم، قفلش رو باز میکنم یعنی رو قبل از فریم 1 و حالا گاید لاین هامون هم ترسیم میکنیم. فرض کنیم طول آونگ مثلا اینقدره، خب و مثلا توپش هم به این بزرگی باشه و منحنی هم که قرار روش کار بکنیم مثلا اینه و نقاط اصلی رو کلید میزنم. هنوز کلید نزنم، فقط اینا گایدلاینه. همچنین این تنابی که داره میتونه مثلا از 3 قسمت تشکیل شده باشه. خب به چه صورت در میاد؟ مثلا یه همچین چیزی اگر باشه، اینها منحنیاش باز به همین صورت میشه. و اگر بخوام یه کمکی به خودم کرده باشم، میگم توپ هم این فاصله رو کمتر میکنم، اینجا ترسیم میکنم، توپ هم به این صورت مثلا در حال نوسان با این فاصله گذاری ها. خب این هم میشه خطوط کمکی ما. حتی این فقط برای آموزشه و میتونم کمرنگش کنم. دوباره یه لایه میذارم، میام قفلش هم میکنم اون قسمت راهنما رو فریم 1 مثلا. اسم اینم میتونم میذارم گاید لاینز و اینم بال. خب توپه رو اینجا مثلا ترسیم میکنم رو فریم 1 داخل بشه. میرم تو قسمت ادیت، رو فریم های وسط میتونم اینو مثلا اینجا قرار بدم، رو فریم انتهایی که میشه کپی همین خودش. و زمان بندی رو فعلا کاریش ندارم، این زمان بندی اون قبلی هست. خب چند فریم قبلترش اینجا اینو قرار میدم، بعد اینجا قرارش میدم و بعد مثلا اینجا مثلا که میگم الکی نیست با توجه به این قسمت همپوشانی. و 2 فریم قبلترش اینجا و اگر بخوام توپو اینجا توی این نقطه معطلش کنم، میتونم اینو اینجا قرار بدم و حتی یک فاصله کم در این نقطه بدین صورت که شتاب بگیره. یه دفعه ببینین یک دفعه شتاب بگیره. انیمیشن اگزاجر شده است دیگه. خب این سمت چی؟ دقیقاً مشابه همین میتونه اتفاق بیفته، یعنی این توپ بیاد اینجا، بعد بیادش اینجا و بعدش هم مقدار کمی هم پوشانی درست کنه، بعد بیشتر و بعدش هم باز به این صورت. یه دونه دیگه هم بذاریم خیلی کم. فریم آخرم
نخواستیم. فریم آخر رو نخواستیمش. زمان بندیش هم الان مشخص میکنیم با انجام یه تست. از این برمیاد. خب خیلی کنده. ما همه این کلیدا رو اون دوتا که قفله میزنم نیم و زمان بندی رو مشاهده میکنم. اینم آره خوبه. خب همینا رو کپی میکنم میارم اینجا، وارونش میکنم، دوباره میبرم سر جاش. زمان بندی اذیتم نمیکنه با توجه به اینکه مثلا فاصله اینا حتی یه فریمه و خیلی اتفاقی، چون به خاطر تغییر اسکیل بوده، اما اذیتم نمیکنه. خوبه، انجامش میدم. خب خطوط میزنم، روپ اسمش میزنم تناب، اونم قفل میکنم و خطوط رو هم ترسیم میکنم. به آنیون اسکین اون ستلایه احتیاجی نبود. این از یکیش، این هم از اون سمتش دوباره برمیگرده به همین نقطه. این کلید نمیدونم مربوط بکنم، بعدا چک میکنم. و مثلا در این نقطه هم ترسیم میکنم و در این نقطه هم میتونم ترسیمش کنم و خب کلید به کلیده. اینم به این صورت ترسیم میکنم، اینم بدین صورت. من خیلی رندوم کار میکنم، یعنی همیشه چشمی چون دوست ندارم بر اساس اصول خاصی کار کنم، یعنی هر چیزی که به چشمام اعتماد میکنم و برای همین کارم همیشه سریع انجام میشه. این به این صورت اینجا و فرمول خاصی رو حفظ نمی کنم، همیشه در حال تغییر فریم هام هستم. خب هر جایی لازم بشه دوباره پاک میکنم و میکشم، تست میکنم و دوباره ترسیم میکنم. بین فریم قبل و بعد با توجه به آنیون اسکین کار میکنم و البته درک صحیح حرکت رو درکش میکنم و ترسیم میکنم. خب یکی از اصول انیمیشن کمانه. میگه که همه چیز در طبیعت روی منحنی ها حرکت میکنه و ما خطوط صاف استفاده نمی کنیم، همه چیز روی منحنی ها باید ترسیم بشه، مگر اینکه ربات باشه یا یه چیزی مثل اون. اما کلا حرکات بدن انسان و هر چیزی که در طبیعت وجود داره، حتی درخت ها، حرکت برگ ها، همش روی کمان، حرکت پارچه، لباس، حرکت باد، حرکت صورت انسان، اینا همه روی کمان صورت میگیره. مثلا یه شخصی میخواد سرش بچرخونه، روی منحنی باید انجام بشه. خب
تقریبا دیگه تمومه. تقریبا همشو کلید زدم. پلی میکنم و تموم شد. گایدلاین ها رو هم بیس رو داشته باشیم. اون دوتا اون آموزش قبلی که البته زمان بندیش به این نمیخوره و این هم به این صورت. امیدوارم مفید بوده باشه براتون.